من پیشنهاد میکنم که شما پرزیدنت اکادمیای علم‌های تاجیکستان شوید. شخصیت اکادمیک باباجان غفورов مؤلف کتاب تاجیکان با وجود شهرت بالا در علم و سیاست تاجیکستان بار نخست به صحنه تئاتر آمد. این نمایشنامه را تئاتر تماشابینی جوانی به نام محمد جان قاسیموف روی صحنه آورد. آنقدر خدمت‌هایی که باباجان غفورش کردند، آنقدر کارنامه‌ها کردند، آنقدر اثرهای برجسته نوشتند، رهبری بین نظیر بودند، ولی کسی دربارشان چیزی ننوشته است در صحنه. نمایش تنها به دوره رهبری و تلاش‌های باباجان غفورov برای ساختن تاجیکستان شوروی و حق ملی و سیاسی مردم تاجیک تمرکز کرده است. دوشی یا کمونیسم را از دیگران پیشتر ساختن. او نه تنها یک رهبر سیاسی بود بلکه یک دانشمند بود، مورخ بود و از طریق از او هویت و تاریخ تاجیکان از نو احیا شد و ما مردم تاجیکستان با جهانیان فهماند که این ملت گذشته داره، هویت داره، تاریخ داره، ادبیات داره. جاویدان امینزاده هنرپیشه جوان میگوید برایش آفریدن سیما و اجرا کردن نقش غفورov به آسانی دست نداد. گرچند باشد کمی هم میدونستیم و زیادتر جستجو کردیم و در مدت 4 ماه کمی هم باشد توانستیم پیدا کنیم انما خصوصیت های خاصی قهرمانه. هر موقع اکادمی شود خوب میشد که شما سلطان عمر را از تاشکند به اینجا دعوت کنید. این چنین ششمقام خانها با باقل فیض‌الله، فضل الدین شهاب و شاهنظر صاحب و برناخان اسحاق و هم به اینجا آوردن در کار. حتما میاریم استادی عزیز. نمایشنامه باباجان غفورov را پروفسور ابراهیم عثمانوف نوشته، کارگردان عبدالحفیظ قادری روی صحنه آورده است. تشکیل اکادمی علوم، دانشگاه ملی و طبی، آوردن متخصصان از کشورهای دیگر و مهاجر کردن مردم از کوهستان به وادی‌ها از صحنه‌های جالب این نمایشند. ما استاد غفورov رو همچنین یک عالم دانشمند رهبر دولت میدونستیم، ولی بعضی بازی‌های پسی بردگی که در زمان شوروی صورت می‌گرفته است کمتر افشا می‌شد در این نمایشنامه صورت گرفت. از جمله آن همان از بدخشان کوچانیدن کوهستانی ها بار اول در صحنه تئاتری و در محضر عام این چیز گفته می شود که در حقیقت این سیاست اشتباه بود. فرهنگ شناس ناظم نورزاده با ایراد به جنبه هنری نمایش به پهلوی زمانی آن اشاره کرد. حساسیت‌های امروز که دور و بر ما هستند در جهانم ناآرام و ناطنج است. ما می‌توانیم که با همین گونه نمایشنامه‌ها که از لحاظ سیاسی و غایوی مفکوروی میتونن نیازهای ما را برآورده سازند توانیم که مبارزه کنیم، مقاومت کنیم و ملت خودمان را بیدار کنیم. شما چی توانایی به ادبیاتی عصری میانگی داره؟ اول ادبیاتی امروزی خودتان را سازید. باباجان غفورov شما ملت چی هسته؟ باباجان غفورov از سال 1946 تا 56 رهبری تاجیکستان و سپس تا دم مرگش مدیر پژوهشگاه شرقشناسی اکادمی علوم اتحاد شوروی بود. در دوران استقلال با او برای خدمت‌هایش عنوان قهرمان تاجیکستان دادند و سال 2020 1,600,000 نسخه کتاب تاجیکان او را نشر کرده و به هر خانواده تاجیکستان یک نسخه رایگان تقسیم کردند. کاری که 136 میلیون سامانی خرج داشت و بحث‌ها را درباره به منفیت کی بودن آن نیز داغ کرد.